بریم با هم دیگه ببینیم چه زبانی بیشترین کلمات رو داره. خب چینی، من خودم به شخصه فکر میکنم یه زبان آسیایی باشه ولی اصلا ایده ای ندارم چی باشه. آذربایجانی، تایلندی، بنگلادشی، مالایی نبود. وای فکر میکنم همه کلمات زبان ها رو این گذاشته قشنگ اینجوری که به نظر میاد. عربی، از فارسی کجاست؟ فرانسوی، روسی، رومانی، هندی، یونانی، سربو کجاست؟ اوکراینی. نمیدونستم اون کلمه دارم. اگه با روسی یکی نیست. آلمانی و فارسی 343,000 تا کلمه. فکر نکنم کلشو بلد باشیم. پس چی اوله؟ ایتالیایی، انگلیسی 520,000 کلمه و راحت ترین زبان هم هست. کره‌ای با 1,100,000 تا کلمه.